گفت یک مهندسی طبقه ششم یه ساختمانی ایستاده بود، میخواست کارگرش رو تو اون محوطه صدا کنه. انقدر صدای جوشکار و تیراهن و اینا زیاد بود نمیتونست. گشت اینور اونور، دست کرد تو جیبش، یه تراول 50 در آورد، پرت کرد پایین تو محوطه، برای این نظرش جلب بشه. این افتاد روی سرش و افتاد پایین. این سری برش داشت و گذاشتش تو جیبش و دوباره شروع کرد به کار. دوباره این ور اونور رو نگاه کرد و هیچ صداش زد، متوجه نشد، دوباره دست کرد تو جیبش، یه تراول سری انداخت. اینم دوباره خورد جلوی پاشو، افتاد جلوی پاشو، گذاشتش تو جیبش. دیدن متوجه نمیشه، این بر اون بر یه سنگریزه کوچیکی رو گرفت و پر کرد، خورد به سرش، سرشو بلند کرد. حالا داستان ما تو زندگی اینقدر از این تراولای نعمت و برکت خداوند میاد واسمون که سرمون رو بالا نمی‌کنیم سپاسگزاری و شکر بکنیم. به مجرد اینکه یه مشکل ریز سنگریزه‌ای میاد، سری گله و شکایتمون رو شروع می‌کنیم و مولانا چی میگه که شکر گویم دوست را در خیر و شر. یعنی در خیر که باید شکر کنی، در شرم من این رو شکر میگم. شکر گویم دوست را در خیر و شر، زان که هست اندر قضا از بد بتر. یعنی بتر هم میاد. اگه میخوای سنگریزه ها بزرگ نشن باید شکر کنی.